درود به شما بینندگان عزیز شبکه تلویزیونی سفینه. برنامه فرهنگ معاصر است از سلسله برنامه ها. شما اگر یاد داشته باشید بینندگان گرامی، ما هنوز از مرحله های اولی که برنامه فرهنگ معاصر را تخصیص دادیم، یک بخشی از این برنامه ها را با موضوعات انسانشناسی یعنی آنتروپولوژی مقرر نموده بودیم و در این سلسله برنامه ها ما شروع کرده از شناخت انسان از در فرهنگ های گوناگون، در فرهنگ هندی، در فرهنگ چینی، در فرهنگ یونانی و در فرهنگ آریایی بررسی کرده بودیم و همچنین در این سلسله برنامه ها ما طبیعت انسان را هم مورد بررسی قرار داده بودیم و واقعا انسان یکی از مرکبترین موجود در کره هستی است و فکر میکنم که هنوز از بامدادی تمدن بشری، از روزی که انسان خود را شناخت، از خود و جهان در حیرت افتاده بود و همین بود است که در یونان قدیم انسان را همچون جهان کوچک در برابر جهان بزرگ معنی داد کرده بودند و حالا برنامه امروزه ما از همین سلسله است و جهت بررسی و ادامه برنامه های انسان شناسی ما با استودیو عضو وابسته اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان محمد علی مظفری را دعوت آراستیم و من استاد را خیر مقدم میگویم که این دعوت ما را پذیرفتن و به استودیو تشریف آوردن. و استاد از بس که ما آمده بودیم تا موضوعات طبیعت انسان و واقعا طبیعت انسان از این که بسیار مرکب هست و در این برنامه من میخواستم که یک توصیف عمومی از طبیعت انسان، چون واقعا عنصرهایی که طبیعت انسان از آنها عبارت است، اینها در سرشت انسان یا در تمام حالت و رفتار و وضع و عموما در شکل نظام و تمام حالت‌های انسان میتونن تاثیر داشته باشند. از این خاطر میخواستم که یک توصیف عمومی در این برنامه، چون ما دوباره شروع کردیم برنامه، شاید ایده از بینندگان نو به این برنامه تازه میپیوندند و از این لحاظ میخواستم که همین یک نوع توصیف عمومی داشته باشه. شکر. شما درست قید کردید که انسان بسیار مخلوق مرکب است. مرکبی هست که مرکبش تا درجه بی انتهایی است. و هم درست گفتید که در فرهنگ یونان خودی همین انسان رو مثلا به زبان اینها میکروکosmos میگفتند. میکروکosmos میگفتند، ماکروکosmos یعنی جهانی خرد کوچک و جهانی بزرگ. یعنی اون چیزی که در جهانی بزرگ هست در جسم انسان توأم شدگی، پیوسته شدگی و من مسکن گرفته شدگی. از همین جهت انسان یکی از ابیکت های از نقطه نظر علمی معاصر، انسان یکی از ابیکت های مرکب ترین حسابیده می شود. خب شاید که بینندگان گرامی یک تصور یا در خاطر اگر داشته باشند، در جنبه های گوناگون طبیعت انسان را ما بررسی کرده بودیم. همین خیلی که در طبیعت میگویند که طبیعت از دو سمت عبارت است، از دو جنبه عبارت است، یعنی طبیعتی که با وی در حیولا افاده شده است و طبیعت معنوی. انسان هم همین خیلی است، یعنی جسم دارد و طبیعت معنوی دارد. لیکن خوشبختانه طبیعت معنوی انسان نسبت به طبیعتی که ما در شکل عموم میگوییم معنوی مرکب تر است. از یک طرف، از طرف دیگر خودی همین طبیعت معنوی که در جهان هست، همین طبیعت معنویش سوبیکت اساسیش و آفرندش با خود انسان است. یعنی مرکبی دو چند می شود، یکی در افاده شویش، یکی در خودی موجود بودن همین طبیعت مرکب در تن انسان. و این طبیعت جنبه های گوناگون دارد. ما بررسی کرده بودیم چند قدر جنبه های گوناگون گفته بودیم، آمده بودیم در مقصدی در جنبه فیزیولوژی انسان قرار داشتیم. این سال‌ها گذشته بود به فکرم. اکنون یک خاطر نشان کردن در کار است که وقتی که میگیم که طبیعت انسان ما چی را در نظر داریم، کدام جنبه های طبیعت انسان در مجموع تشکیل میکنن همین مفهومه. خود طبیعت خودش هم مفهوم بسیار وسیع است که همه جزئیات در خود همین طبیعت
ifode شونده هستند. از یک طرف، از طرف دیگر بغیر از طبیعت وقتی که درباره انسان میگوییم، سخن میگوییم، درباره ماهیت ویم، ماهیت با جنبه دیگر است که یعنی اساس جوهر برای ifade شوی طبیعت انسان است. همین بنیادی خود انسانی از ماهیت آغاز می شود و طبیعتش، همین طبیعت از یک معنا خود ماهیت انسان در بر میگیرد، ولی از سببی که این جوهری که هست اینا در ادبیات علمی و عموما در علم جداگانه بررسی میکنند. خب اکنون سوال به میون میبیاد که طبیعت انسان، ما همین انسان میبینیم، میشنویم، میبینیم، این چگونه جنبه ها دارد که این خیلی مرکب این را ifade میکنیم و میگوییم که تصدیق میکنیم که این خیلی مخلوق مرکب است. این پیش از همه یکم که این مسئله پیدایش انسان است. این مسئله پیدایش انسان از اولها از دوره نظریه ایولوسیون پیدا شدگی تا به حال به معنای یک خیله که همه قبول کرده باشند و همین نظریه را اعتراف میکردگی باشند تا به امروز حل نشده است. مسئله طبیعت، مسئله پیدایش انسان که مسئله پیدایش انسان همچنین در بیولوژی به نظریه ایولوسیون وای میکنند استفاده میبرند یا شرح میتین. به هر حال یک معلوماتی درباره این و درباره پیدایش انسان هست از نقطه نظر ایولوسیون، ولی گفتن در کار که این مسئله بسیار مسئله مشکلی تا به آخر حل نشدگی. این یکی از جنبه های معین کردن فهمیدن طبیعت انسان است. دوم، مسئله خرد انسان. این مسئله خرد انسان بسیار مسئله جوهری است که وقتی که درباره خرد انسان سخن میگویند اصلا در نظر دارن جوهر انسان، برای در خود ماهیت انسان از روی همین خرد انسان خلاصه میبرند. برای همین این بسیار مسئله مشکلی هست که این در دایره فهمیش روانی هم جایگیر نمیشد. مثلا وقتی که ما درباره روان که میگوییم، همین موضوع خرد انسان که بزرگوار فردوسی اوقدر پرستش میکند خرد رو، این در اونجا نمیگنجد. برای چی نمیگنجد؟ برای اینکه بسیار مسئله مشکل است. این در روانهای، در قطار روانهای پسیخیکی انسان هم داخل نیست، این بیرون از این. فقط متفکران با مسئله خرد سر و کار دارند و در ادبیات بیشتر میگن در مسئله خرد انسان. از سبب مرکب بودن همین یک مسئله اساسی، یک جنبه اساسی با خصوصیت خاص بودگی در وقتی تفسیر شرح طبیعت انسان میتین، مسئله اساسی حساب میشد، مسئله خرد انسان. این مسئله تو از سبب مرکب بودنش در سرچشمه جنبه ها داخل است. وقتی که ما در مسئله پیدایش انسان میگوییم، بعد از این همین مسئله خرد برمی بیاد، برای اینکه صفت تفاوت‌گذاری که بین انسان و حیوان است همین مسئله خرد انسان است. مثلا وقتی که مسئله پسیخی که میگوییم در حیوان هم هست همین روان ها. تو اندازه میتونی گفت که صفت ماهیتی انسان یعنی خرد کی؟ بله همین وقتی که ما ماهیت انسان میگوییم، در جستجوی ماهیت بررسی انسان بدون خرد یگان و دیگر فهمیده نمیشد. برای اینکه از این مسئله جوهری تر و مشکل تر و با نمایان تر و فهموتر از دیگر جهت که مثلا وقتی که میگیم ماهیت انسان، پیش از همه درباره خرد انسان وای میکنیم. تو حتی اندیشه‌ای هستند که میگویند که ماهیت انسان یعنی جوهر انسان خودی خرد انسان است. خرد انسان مرادف است. چی گوییم که خرد انسان و چی گوییم که ماهیت انسان، اینا مفهوم هایی در هم دیگر برابرند. انا که برای همین پیش از این سخن درباره همین میرد. یعنی ما حاضر به همون ترتیب گفته ایستادیم که مسئله ها از جهت مشکلیشون، مرکبیشون و دیم از اون که اساسا ما به یک اصولی از کل به جز رفته حرکت کرده ایستادیم در همین نامبر کردن جنبه های طبیعت انسان. و دوم جنبه مرکب طبیعت انسان این خودی روانی وی هست، پسیخیک انسان. اگه پسیخیک انسان گفتم ما چی در نظر داریم؟
ما در نظر داریم قریب 10 حالتی روانی انسانه. 10 حالت روانی که ما با واسطه این تا حتی به همون فهمش خردی انسان میرسیم از یک جهت و این ifade کننده حیات هر روزه انسان است. با استثنای مثلا بدن انسان، تن انسان. همین تن انسان رو، همین پسیخیک انسان یک هم در توأم وجود دارن، هم یک شده کردگی اگر گوییم یک شده کردگی هستند. در تمام جسم انسان همین روانهای پسیخیکی روانی که میگوییم همینو شده کردگی هستند. خب چی رو در نظر داریم در این؟ ما پیش از همه یک حالتهای روانی در نظر داریم که مثلا یکمش دقت دادن، همین متمرکز کردن دقت در وقت سخن گفتن. ما که متمرکز که میکنیم با یک گفتار، با یک پرسش شخص دیگر، همینه یک حالت دقت کردن. یعنی ما فکر خود، اندیشه خودمون رو متمرکز میکنیم. همین متمرکز کردن رو در کدام در اشیا باشد، در سخن باشد، همینه ما میگیم دقت. این یک روندی خودی پسیخیکی انسانی حساب میشد. این یک کمش. دویم ما تصور میگیم. وقتی که یک چیزی که ما دقت کردیم، اینه قبول کردیم، درک کردیم، در همون عکسی وای در ما تصور پیدا می شود. تصور یعنی اندیشه پیدا می شود که ما این اشیا این خیل بوده است، این سخن این خیل معنا داشته بوده است. درباره اشیای بیرون از ما یک تصوری پیدا می شود. سومش مسئله خیال هست. خیالی که مثلا ما اگر چشمون هم پوشیم که درباره همین اندیشه های گوناگون در خاطر ما میبیان. اندیشه های گوناگون پیدا میشن، از بین میروند، یا که خودمون با بافته ها باز اندیشه های دیگر به میان میبیاریم. همین ترکیب خیال هم خیلی مرکب است. این اکنون گفتیم که دقت جلب میکنیم، دقت میتیم، تصور میکنیم و همین اندیشه بعد به خیال میگذرد. مثلا این همش به طریق به یک طریق مرتب شده، یعنی نظاممندی زنجیروی نظام به هم دیگر همه خیلی پیوست هستند که در یک لحظه همین ها یک از اول تا به آخر یک حرکتی به وجود می بیاید. مثلا این خیلی نمیشد که اول ما مثلا در وقت دقت دادن خیال وای کنیم یا که پیش از تصور باشد. نه، تصور این دویم هست، خیال سوم است. برای تصدیق کردن همین اندیشه‌ای که از تصور می شود، خیال همه وقت مراجعت به خاطره انسان میکند. مثلا اگر شما با من سخن گویید، اگر من خیال میکنم و بعد به خاطره مینگرم که همین سخن شما میگوید که من به شما گفته بودم که این خیل این در بایگانی ثبت میشود. بعد من به هم بایگانی مراجعت میکنم که همین سخن از شما گفته بودید در خاطر من باقی مانده است یا نه. این به فرمان خیال میشد. خیال میپرسد از خاطره که همین سخنها یا که همین اشیا را ما دیدیم ندیدیم یا گفته شده بود. بعد از خاطره که به خودش یک حالت روانی خودمختاری که هست، بعضی وقت خودش این معلومات نمیبردارد. مخ از خاطر به خاطر نمیبیاد. شما میگوید که من به شما گفته بودم در خاطر دارید، خاطر پیشکش نمیکند. نه، شما با من نگفته بودید. برای همین از چی دلالت میکند؟ این از یک مستقلیت خیلی خاطره نسبت به اون سه حالت پیشینه مستقل است. اگر خواهد به خاطر میبینیم، لیکن همین وقتی که ما وظیفه دار که کردیم، خاطره که وظیفه دار کردیم، و زود یا دیر حتما همون اندیشه را به میان میبیاد. مثلا شما که من پرسید که من به شما فلان چیز داده بودم، یک التماس کرده بودم، به خاطر نمی بیاد. لیکن وقتی که ما فرمان که دادیم، در وقتی هنگام اجرا کردن دیگر کارها، اما خاطره میگوید که این سخن ما گفته بود به من، به خاطر می بیارد. این از چی دلالت می‌کند؟ این دلالت می‌کند از مستقلیت خیلی خاطره. اما کن همین معلومات از همین خاطره که برعکس که گشت که آمد، این در عقل می رود. لیکن پیش از همین وقتی که ما مثلا اشیا رو می بینیم یا که سخن گوش می کنیم، ما با 5 حس رو کار داریم. همین 5 حسی که حس
ارگانیکیشو میگن، یعنی جسمی هستن، ما میبینیم، میشنویم، درک میکنیم، لذت میفهمیم، صدا را میفهمیم. همین ها یک معلومات نخستین که دادن، همین معلومات نخستین در هوش میرود. هوش بعد پیشکشی تصور میکند. ترتیبش همین هست. اگر به شرطی که هوش معلومات درباره اشیا، درباره سخن، پیشکشی تصور اگر که نکند هوش، ما درباره عالم بیرونه هیچ تصور پیدا کردن نمیتونیم. برای این یک ترتیب معین همینجا هست. انا وقتی که از خاطره که ما گرفتیم، این در عقل میرود. عقل خودش کلمه عربی خیلی ما استفاده میبریم، بعضی وقت همین خیلی اشتباه میشد که عقل به جای خرد استفاده میبرند. این نادرست است. خرد دیگر هست و عقل دیگر هست. واسطه عقل که رفت، ما همینه اون چیزی که ما درک کردیم مشاهده میکنیم، درک کردیم، همینه مقایسه میکنیم. آیا سخن درست بود؟ آیا همین چیزی که من دیده بودم شکلش همین خیلی بود؟ نبود؟ همینه فقط عقل سر و کار دارد. یا که اندیشه درست عقل میگیرد و تصدیق میکند و همین ارزش گذاری میکند و بعد که ارزش گذاری شد که از طرف عقل که پسندیده که شد، بعد در تفکر داده میشد. انا که تفکر، وظیفه تفکر چی است؟ وظیفه تفکر همین که در شکل سخن همین بیان میکند. سخن قدی بیان میکند. اگر که تو در تفکر در سخن بیان نکند، ما نمیفهمیم که سخن درباره چی رفته ایستاده است. این همش، همین روندها همش تا به درجه تفکر آمدن در شکل پنهانی صورت میگیرند. در شکل پنهانی صورت میگیرند. وقتی که ما که بیان فکر که کردیم، که سخن که گفتیم، ما دیگر شخص شنونده پیخست میشد که این از دقت سر کرده و تصور خیال خاطره همین مسئله ده، این اندیشه کرده بوده است. وقتی که در سخن که بیان شد، اگر همین زینه ها را نگذرد، اگر که نگذرد، اگر ما سخن گفتنم نمیتونیم. یا که اگر سخن گوییم، یک سخنی غیر منطقی یا که بیگون مسئله دخل نداشته میگذاریم. انا اینجا چی خلاصه برآوردن ممکن؟ خلاصه برآوردن ممکن همه که روان انسان در وقت درک عالم بیرونه با یک مرتبی، با یک تنظیم درست یک باره همینا صورت میگیرند. اکنون مثلا فکر میکنی که این قدر زینه ها همین درک ما میگذشته باشد، این در هر یک زینه این قدر میستد، این قدر وقت هست که این ایستد. همین یک لحظه این همین اشیا را که ما دیدیم، همون لحظه همین اشیا تا به درجه تفکر میرسد. همین زینه ها را میگذرد و منطقی است، غیر منطقی است، درست است، اینها در ترازو، در عقل اینها همش میگذرند و بعد در شکل سخن ما اینو بیان میکنیم. انا همین یک جنبه سیومی طبیعت انسان است که از همه مرکبش همین است. آمدیم تو درجه تفکر. خوب عقل و تفکر. خوب اکنون خرد وظیفش چی است؟ وقتی که تمام تمییزات بررسی کرد عقل با منطق برکشید، خوب با سخن اونم مثلا اندیشید و فکر کرد و بیان داشت. خوب اکنون خرد وظیفه خرد در چی؟ وظیفه خرد از روی گفته های متفکران در چی است؟ اینجا بسیار سوالی درست است که عقل که همین کارو رو میکرده بوده است، پس موقع و مقام این خرد در چی بوده است؟ بعد همه خیلی اندیشه ها هست که از سبب که خرد جوهر انسان که هست، این نور خرد است که عقل کار میکند. انکن نور خرد اگر نباشد، اگر قوه خردی نباشد، همین زینه هایی که ما گفتیم، این زینه ها جامعه عمل نمی پوشند، زینه ها عیان نمی شوند، این زینه ها فعالیت نمی کنند. یعنی یک روشنایی هست که مسیر روشن میکند تا همین درک در شکل کامل تفکری به وجود بیاید. بله، این همین روشنی اگر مثلا نباشد، این همین روشنی مثلا ما هم دیگر را میبینیم، اگر که تصور کنیم که همین روشنی که نیست، صحبت ما صورت نمیگیرد.
همدیگر رو ما تا حتی درک کردن نمیتونیم. موقع خیرات هم همین است که با روشنایی، وقتی که روشنایی گفتیم این قوه، این مرادف قوه است، با همین روشنایی خیرات در همین 10 صفتی که در روان انسان است، با روشنی و با توسط همین خیرات اینها زنده هستن، پایدار هستن و فعالیت میکنن. همین خیلی تصور کردن در کار. اگر که ما این خیرات همچون یک وظیفه جزئی اگر وای کنیم، مثلا این مخلوط کردن خیرات با عقل است. عقل نه، عقل وظیفهش معلوم است، سنجیدن، فهمیدن، ارزش گذاری کردن، قبول کردن یا که این کار کردن. این کار خیرات نمیکنند. در بعضی اندیشه ها مثلا انسان فکر میکنه که این آدم بی خیرات بوده است. آدم هیچ وقت بی خیرات نمی شود. بی خیرات نیست. اگر خیرات نباشد پس زندگی انسان هم نیست. حالت های روانی هم اینها کار نمیکنن، فعالیت نمیکنن. برای همین مفهوم آن یا که عباره آن که این بی خیرات است، خیراتش کار نمیکند، این مطلقا غیر منطقی است، نیست. اگر بگیم خیراتش کامل نیست، انا همین خیرات همه وقت کامل است. اگر بگیم عقلش گفتن ممکن است. یعنی ما اگر مثلا گویید که عقلش فهمشش کامل نیست، این عباره درست است. لیکن گوییم که خیراتش کامل نیست، خیرات به اینها یگان وای ندارد. و خیرات همچون قوه روشنایی دهنده یک جوهری که هست و همه به یگان تغییرات، به یگان کمبودی، به یگان برتریت، خیرات این یک چیزی هست که همین خیلی خود شما گفتید که این من روشنایی می اندازد، این کم و بیش نشه. اگر بشر دیگه خیرات همو قوهش اگر دیگرگون شونده باشد، همو روشنایی دائما یا خیلش وجود اگر نداشته باشد، پس ما نه تنها حیات روانی ما ویرون هست، حیات جسمانی هم نمیشد. حیات جسمانی نمیشد. از یک طرف دیگر بسیار متفکران میگن که همین وقتی که آفتاب میتابد، لیکن آفتاب با مقصد اون نمیتابد، نمیگه که من تو روشنی میکنم، گرم میکنم، این اشیای دیگر رو من روشنی نمیکنم. برای آفتاب دیگه اشیاها بی تفاوتن، یعنی با همه یکسان نور میده. با همه یکسان و این نور میده که هیچی وابسته نیست که مثلا درخت بیشتر گرم کند و آدم رو کمتر. ولی اینجا یک چیز دیگر هم هست استاد، یک نازکی است که هر کدام از اینها از روی قابلیتی جذابیت همون نور و خودش میتوند انرژی گیرد. بله. و استاد بسیار تشکر زیاد برای یک معلوماتی که با بینندگان ارائه کردید و من فکر میکنم که اونها از دایره عموما بحث هایی که ما کرده بودیم تا به امروز و خودی دانشجوی آنتروپولوژی که روی چی بحث میکنن آگاهی پیدا کردن و ما حتما در برنامه های دیگر این موضوع رو پیگیری میکنیم، چون فکر میکنم حالا ما طبیعت انسان نو بله سه جنبش ما حضور گفتیم بررسی کردیم. در برنامه های دیگر ما حتما این ادامه میدیم و امید ما از این برنامه ها هم آن است که اگر توانسته باشیم که مردم خودمون رو در روحیه خردگرایی و در روحیه شناخت خودی انسان که اینقدر یک موجود مرکب است و وقتی که انسان خود را میشناسد، اطراف را میشناسد و همون مناسبت صمیمی و مهر رو همه اینها در اساس شناخت درست صورت میگیرد. بله. و امیدواریم اگر ما توانسته باشیم بر دل بینندگان یک ذره از علمی امروزه انسان شناسی آنتروپولوژی، یک دانش نو، یک جستارگری اخلاً جای داده باشیم، فکر میکنم رسالت برنامه ما انجام شده است. بار دیگر به شما از نام بینندگی عزیز شبکه تلویزیون سفینه ساری سپاس میکنم و حتما در برنامه های دیگر ما با شما همکاری خواهیم کرد. و بیننده عزیز، واقعا پیش از همه باید خود را شناخت که مفهوم خود هم یک مفهوم بسیار پیچیده از طبیعت انسان بیرون آمده است و ما حتما این موضوع را در برنامه های دیگر پیگیری خواهیم کرد. باقی خیرات یار و مددگار شما پاینده با تاجیکستان عزیز، پدرود
تا درود دیگر.